سلام دوستان، انشالله که حالتون خوب باشه. با هم میریم کباب ترش که از خطه شمال کشورمونه و یکی از کباب‌های خیلی خوشمزه ایرانیه آماده کنیم. برای 3 نفر از 400 تا 450 گرم ران و سینه مرغ استفاده کردم. 2 تا پیاز متوسط رو خورد کردم. البته من چون توی غذاساز کوچیک ریختم در 2 مرحله اینو چرخش کردم. 1 قاشق غذاخوری سماق، به اندازه کافی نمک و فلفل اضافه می کنم. همینطور 1 قاشق چایخوری پودر پاپریکا، 1/2 قاشق چایخوری زردچوبه و بعد تمام اینها رو با هم مخلوط می کنم یا میکس می کنم. مایه کبابمون آماده شده. حالا یه مقداری با هم زیر و روشون میکنم تا چسبندگی لازم رو داشته باشن. بعد توی یه تابه رو یه مقداری با کره روغن چرب میکنین. من از روغن حیوانی استفاده کردم و مایه کباب رو داخل اون صاف میکنیم. یه مقداری قطر کبابمون رو زیاد گرفتم. بعد در اندازه های دلخواه میتونین برش بزنین. معمولاً بین 3 تا 4 سانت خیلی خوبه. و بعد در تابه رو میذاریم و تابه رو روی حرارت متوسط به طرف کم میذارم تا کاملاً بپزه. این بعد از 10 دقیقه است. یه مقداری گوشتمون آب میندازه به دلیل پیازی که داره، اما آب پیازو نگیرین که لطیف بشه کبابمون. حالا میریم برای درست کردن سس ترش. 1 دونه پیاز بزرگ رو با مقداری روغن کمی تفت میدم. حدود 4 الی 5 عدد گردو رو به هر شکلی که دوست دارین خوردش کنین. من همینجور که میبینین تو کیسه نایلونی ریختم و با وردنه روی اون میکشم. جوری باشه که نرم بشه اما زیر دندون بیاد. یه مقدار نمک به پیاز اضافه میکنم و حدود 2 الی 3 حبه سیر استفاده کنیم. یه مقداری که سیرمون رو تفت دادیم، بعد گردوی خرد شده رو اضافه میکنیم. یه مقدار فلفل سیاه در حد ذائقه خودتون. چون چاشنی این کباب به ترشی میزنه، من کمتر از فلفل استفاده کردم. حدود 4 الی 5 قاشق رب انار و 1 قاشق چایخوری سماق اضافه میکنم و باز همه رو با هم خوب مخلوط میکنم. حالا نصف لیوان آب جوش بهش اضافه میکنم و برای 5 دقیقه میذارم بجوشه. کبابمونم آماده شده، 2 طرف اون سرخ شده. در آخر یه مقدار کره روی کباب گذاشتم که به خورد کباب رفت. حالا کبابمون داغ، سس ترشمونم داغه. سس رو روی کباب میریزم و آماده سرو. این کباب رو هم میتونین بدون برنج نوش جان کنین و هم میتونین برنجتون رو به صورت کته یا اینکه صافی درست کنین و بعد از خوردن این کباب با اون پلو لذت ببرین. در ضمن من گوجه فرنگی هم یه مقداری سرخ کردم که دل بخواه دوست داشتین میتونین گوجه فرنگی هم کنارش سرخ کنین. دوستان عزیز،
این کباب جای همه شما خالی، خیلی خوشمزه و عالیه. خدا نگهدارتون تا بعد.